سلام. این مطلبی که میخوام بگم مربوط به محتوای پیجم نیست، ولی خب خیلی جالبه. من تو کل زندگیم یک بارم فوتبال ندیدم. هیچ علاقه به دیدن فوتبال نداشتم. بنده خدا دیروز همسرم خیلی اصرار داشت که همراهیش کنم. گفت حالا بیا یه بارم که شده امتحان کن، شاید به فوتبال علاقه پیدا کردی، یه تیمی رو برای خودت انتخاب کردی. منم به احترام حرفش گفتم حالا نگاه میکنم، در کنارش کارهای شخصی من انجام میدم. اتفاقا یه مهمون خیلی عزیزی هم داشتیم، اومده بودن ما رو همراهی کنن با 1 کیلو تخمه. هیچی دیگه، اون لامصب قسمت بالای تلویزیون هست که نتایج رو مینویسه، این ثانیه شمار همینجور داشت میرفت بالا. من نباید فوتبال نگاه میکردم؟ بنده خدا تیم محبوبش هم بازی داشت. خیلی بد شد، ناراحت شدم.